حامد فولادوند هستم. شما کانال RPF رو دارید میبینید. دوستان عزیزم، تو این قسمت میخوام براتون تعیین نوع حرکت رو با توجه به معادلات توضیح بدم. بحث خیلی جالبیه، با من همراه باشید. خب تو فیزیک بچه دو نوع حرکت داریم که این دو نوع حرکت رو به صورت کمی میتونیم بررسی کنیم. اولین حرکتش حرکت با سرعت ثابت، دومین حرکت با شتاب ثابت. در حرکت با شتاب ثابت خودش به دو بخش تقسیم میشه. یه مدل حرکت با شتاب ثابت حرکت تند شونده است که میگیم آقا اگر حاصل ضرب شتاب در سرعت مثبت شد حرکت تند شونده میشه، حاصل ضرب شتاب در سرعت منفی شد حرکت کند شونده میشه. حالا منظور چیه؟ میگه تو حرکت تند شونده سرعت و شتاب هم علامتن، در حرکت کند شونده غیر هم علامتن. پس حرکت های ما یکی حرکت با سرعت ثابت شد، یکی با شتاب ثابت که یکیش تند شونده است، دیگری کند شونده. خب حالا میخوایم معادلات و بچه یکی با معادله مکان زمان و دیگری سرعت زمان بررسی کنیم. معادله مکان زمان یا درجه اول یا درجه دومه. ببینید بچه درجه سوم به بالا هم میتونه باشه ولی الان مد نظر ما نیست، یعنی به موضوع ما فعلا ربطی نداره چون داریم راجع به مسائل کمی حرف میزنیم. دومین معادله سرعته که فقط درجه اوله. پس معادله مکان زمان هم میتونه درجه اول باشه هم میتونه درجه دوم باشه ولی معادله سرعت حتما درجه اوله. خب بریم معادله مکان زمان رو با هم بررسی کنیم. خب ببینید بچه عزیز، اگر معادله مکان زمان درجه اول باشه حرکت رو بهش میگیم با سرعت ثابت. خب این معادلش به این صورت نوشته میشه x برابر است با آتی به اضافه b. پس اگر شما یک معادله مکانی دیدی درجه اول بود اون حرکت با سرعت ثابته. حالا ضریب t که تو ریاضی ما بهش میگیم شیب همون سرعت ماست، یعنی تو این رابطه a میشه سرعت، b که عرض از مبدا است میشه مکان اولیه. پس اگر معادله مکان درجه اولی به شما دادن ضریب t سرعت شماست و عدد ثابت مکان اولی است. حالا اگر معادله مکان درجه دوم باشه حرکت رو بهش میگیم با شتاب ثابت به این صورت x مساوی با آتی 2 به اضافه bt به اضافه c. بچه ضریب t2 رو که آه اگه ضرب در دوش کنیم شتاب به دست میاد. حالا با مشتق کاری نداریم، ما میشه با مشتق هم اینا رو به دست آورد ولی بحث ما چیزی دیگه است. الان نمیخوام وارد بحث مشتق بشم. پس اگر ضریب t2 رو ضرب در دو کنم شتاب به دست میاد، ضریب t همون سرعت اولیه است، عدد ثابت همون مکان اولیه. پس یه بار دیگه معادله درجه دوم رو مرور کنیم. ضریب t2 ما اگر ضرب در دو بشه شتاب، b میشه سرعت اولیه، c هم که عدد ثابتمونه میشه مکان اولیه ما. خب بهتره چند تا مثال با هم حل کنیم. یه معادله مکان به ما دادن به صورت x مساویه با 5 t منهای 10. خب بچه این ضریب t اولا چون درجه اوله میشه حرکت با سرعت ثابت، این ضریب t همون سرعت ما بود، عدد ثابت مکان اولیه ما بود. پس تو این معادله سرعت ما 5، مکان اولیه‌مون منفی 10. معادله بعدی x مساویه با منفی 4 t منهای 5، منفی 4 میشه سرعت ما، منفی 5 میشه مکان اولیه ما. معادله بعدی رو شما بگید بچه. x مساوی با 5 t به اضافه 9. خب حالا معادله‌ای که اینجا داریم معادله درجه دومه بچه. خب گفتم اگر ضریب t2 رو ضرب در 2 کنیم میشه شتاب ما. پس شتاب ما الان اینجا میشه چند؟ 8.
ضریب تی شد سرعت اولیه ما وی صفر. عدد ثابتم شد مکان اولیه ما. پس توی معادله شتاب 8 سرعت اولیه -5 و مکان اولیه -1. معادله بعدی بچه ها، خب سریع با هم حل کنیم. ضریب تی2 رو ضرب در 2 کنم میشه -6. ضریب تی میشه سرعت اولیه‌ام وی صفر من -6 هم که شتاب بود، -10 هم میشه مکان اولیه من. و مثال آخرم برای شماها بچه عزیز. ببینیم معادله به چه صورت. خب معادله مکان بررسیش تموم شد. بریم سراغ بررسی معادله سرعت زمان. همونطوری که یادتونه معادله سرعت زمان باید درجه خب حالا معادله سرعت زمان رو گفتیم حتما باید درجه اول باشه و بهش میگیم حرکت با شتاب ثابت. پس اگر معادله سرعت زمان درجه اول بود، اون حرکت با شتاب ثابته. قاطیش نکنید با معادله مکان زمان درجه اول، این معادله سرعت زمان. خب معادله سرعت زمان هست V مساوی با AT به اضافه B. بچه ها اگر معادلتون معادله سرعت بود، ضریب تی شما میشه شتاب شما، ضریب تی میشه شتاب و عدد ثابت میشه سرعت اولیه. خب خیلی راحت بود این دیگه. ضریب تی میشه شتاب، عدد ثابت میشه سرعت اولیه. خب بریم چند مثال از اینم با هم حل کنیم بچه ها. خب گفته V مساوی با 5t به اضافه 10. چون معادله سرعت درجه اول حرکت با شتاب ثابت، ضریب t میشه شتاب ما، عدد ثابت میشه سرعت اولیه ما. و مثال بعدی V مساوی با منهای 4t منهای 5. منهای 4 میشه شتاب، -5 میشه سرعت اولیه. خب مثال بعدی رم بچه شما بگید. الان شتاب ما چنده؟ باریکلا 5. سرعت اولیه هم -10. بسیار عالی. و آخرین مثال بازم بچه ها شتاب میشه 5، سرعت اولیه میشه -9. خب خسته نباشید بچه های عزیزم. ببینید ما اومدیم تو این ویدیو معادلات حرکت شناسی رو بررسی کردیم به صورت کمی. خب حالا یه سری مباحث دیگه داره که چجوری از این معادلات بتونیم نمودارها رو رسم کنیم. حتی اگر شد من یه ویدیو ضبط میکنم راجع به مشتق، چون شما تو فیزیک 12 مشتق ازتون قبول نمیکنن، ولی سعی میکنم که به روش مشتق این معادلات رو براتون توضیح بدم. امیدوارم که شما بتونید ازشون استفاده کنید. موفق و سربلند باشید.